خبری دیگه در خدمت شما هستم. سلام به تمام شما عزیزان، امیدوار هستم که همیتون خوب باشین. دوستا خبر بسیار عالی و خوش بر شما دارم و خبری است که فعلا شما میتونین که شامل 1000 بورسیه کشور هندوستان شوین و هم کاملا رایگان و با وجودی که رایگان هست بر شما استیپند هم میته، یعنی ماهانه یک مقدار پیسه هم بر شما میته. و به خاطر معرفی شدن با این بورسیه ها شما در این ویدیو همراه ما باشین تا تمام مراحل را بر شما ما آموزش میتم تا سوال در ذهن شما باقی نباره. لینک وبسایت را هم در قسمت دیسکریپشن یا توضیحات همین ویدیو میگذارم، میتونین که همین وبسایت را باز کنین. India announces 1000 online scholarship for Afghan students for 2026-2027 academic year. بر سال 2026 و 2027 1000 بورسیه آنلاین کشور هند صادر کرده. بورسیه از طرف ICCR هست و همچنان سفارت هند در افغانستان را در وبسایتشان هم به اعلان گذاشته و به وبسایت های دیگه هم این موضوع را اعلان کرده. The scholarship are offered and Vidya Bharati یا EVB که نام بورسیه هاست، ویدیا بارتی. و همچنان در پورتال iLearn که پورتال را بر شما باز میکنم، این بورسیه ها ادامه خواهد داشت. شما کاری که میکنین بر مقطع بچلر یا لیسانس و ماستر دیگری ثبت نام میکنین که ثبت نام هم فقط 3 روز دیگه مانده، 3 روز بعد شروع میشه. یعنی ما ثبت نام را هم بر شما کاملا ویدیو خواهد گرفتیم که چطور میتونید ثبت نام کنین. پس در این مسیر همراه ما باشین اگر میخواین که به این موفقیت برسین. یعنی گفتن از 15 جولای شروع میشه ثبت نام و تا 24 جولای وقت داره. وقتش کم است، فقط چند روز محدود است که شما میتونید ثبت نام کنین. The scholarship covers full tuition fee. کاور میکنه تمام فیسی که به خاطر مقطع تحصیلی یا دوره تحصیلی لازم هست. رجستریشن فیس رجستریشن حالا فرق نمیکنه، هر رجستریشنی که باشه، اگزامینیشن فیس and issuance of degree certificate، تمام دوستا مصارف را کاور میکنه. Students will also have access to online lectures, digital learning materials and examination throughout their studies. و تمام دانش آموزان و محصلین به دروس آنلاین یا لکچرهای آنلاین دیجیتالی کلا دسترسی خواهد داشتن. و همچنان since this is a fully online scholarship program, successful applicants do not need to travel to India for or obtain a student visa. به خاطر که اسکالرشیپ یا بورسیه کاملا آنلاین هست، اصلا محصلین نیاز ندارن که به کشور هند برن به خاطر ویزا یا به ویزا نیاز داشته باشن. پس شما بالای لینک میتونین از جا کلیک کنین تا وبسایت بر شما باز شود. این وبسایت دوستا باز میشه که وبسایت iLearn هست، البته Ministry of External Affairs، وزارت خارجه هند. و در این قسمت که ببینید سپیشال پروگرام اسکیم فور افغان نشنالز، این هم از برنامه های است که به خاطر افغان هاست. و در این وبسایت ما قرار است که ثبت نام را شروع کنیم 3 روز بعد. پس اگر که شما دوست دارین شامل بورسیه ها شوین و کسی باشین که واقعا بخواین که موفق شوین در این زمینه، پس حتما با ما باشین و انشالله که روزی که ثبت نام شروع میشه یا 15 جولای ما کوشش میکنم که به زودترین فرصت بر شما ویدیوی آموزشی نشر کنم که خودتان بدون هیچ دردسر، بدون پرداختن فیس ثبت نام به کسی بتونین که ثبت نام کنین. موضوعی که نگران کننده است دوستا، وبسایت خیلی سلو هست. من نمیفهمم که چی مشکل داره. اگر نام بخش افغانستان را در قسمت که این اسکالرشیپ ببینیم که فعلا بر افغانستان و افریقا هست، بخش افغانستان را کلیک کنیم باید تمام افغانستان باز شود و تمام خدماتی که بر افغانستان دارند او باز. و در بخش پارتنر کنتریز ببینیم که افغانستان هست. ما کلیک میکنم بالایش. اگر از این قسمت ما بتونیم که گزینه افغانستان را باز کنیم که بهتر میشه تا ببینیم که دیگه چی معلومات اینها گذاشتن در وبسایتشون، تا اگر که هم بخشای مفیدش ما بگیریم و استفاده کنیم. خب تا وبسایت باز میشه دوستا، شما میتونین که از برنامه های دیگه، مثلا برنامه کاری کشور ایتالیا که تقریبا 5
500,000 ویزاست تا سال 2027 استفاده کنین و همچنان ویزاهای نیوزیلند استودنت ویزا پاتوی شما میتونین که از این ویزا استفاده کنین. برنامه ایراسموس میتونین که از این بورسیه ها استفاده کنین. بورسیه ها خیلی زیاد است و همچنان کارهای اسپانسرشیپ کشورهای اروپایی میتونین که بین بالای گزینه کلیک کنین و ببینین که اگر واجد شرایط هستین عاجل ثبت نام کنین. و اگر میخواین که ویزاهای تحصیلی کشورهای اروپایی را بگیرین حتما بین این مقاله را بخوانین، خیلی هم مفید است براتون. و همچنان بورسیه های مختلف است دوستان. بر سال 2027 اگر میخواین که شما بین به روسیه با بورسی اوپن دورز حتما این را بخوانین که مهم است تا قبل از ثبت نام تمام معلومات را شما داشته باشین و در روز ثبت نام بتونین که اکانت بسازین و ثبت نامتون را تکمیل کنین. البته معلومات های آپدیت اما قبل از او حتما شما بیاین موضوع را بخونین تا یه استوار. متاسفانه تا هنوز هم باز نشد. من نمیفهم که دقیقا مشکلش چی است. امیدوار هستم که مشکل از این حل شود و به راحتی تمام صفحات وبسایت باز شود تا باشه که ما معلومات کامل را گرفته بتونیم و در روند ثبت نام حداقل مشکل ایجاد نکنن. و این بخش رجستریشن از دوستا لاگین و رجستریشن. البته فعلا من اکانت نمیسازم، صبر میکنیم تا تاریخ 15 3 روز بعد ببینیم که کدام آپدیت جدید هست یا از اینجا ما میتونیم اکانت بسازیم. بعد هر رقمی که بود من بر شما ویدیو نشر میکنم. پس خواستم که از این موضوع هم شما آگاه شوین. دوستا در شیر کردن و لایک کردن ویدیو کوتاهی نکنین، به خاطر که به دست تمام اوی دست جوانهای برسه که واقعا به تحصیل نیاز دارند و میخواین که رشد تحصیلی داشته باشن تا بتونیم که کمک حداقل برشون کرده باشیم. اگر میخواین که ویدیوهای در رابطه با ویزاها، ثبت نام‌های بورسیه های تحصیلی و مهاجرت ببینید یا آگاهی پیدا کنید حتما با کانال ما یک جا شوین اگر تا هنوز کانال را سابسکرایب نکردین. منتظر ویدیوهای بعدی باشین دوستا. تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند یک تا به هم میسپارم.